مرد عشقم، نفسم، عمرم نمیخواد. I love you میخواد چیکار؟ یه مرد باید واسه زن و بچهش اقتدار داشته باشه. بچت اگه حرفت رو گوش نمیکنه دلیلش اینه اگه شوهرت در حضور بچه‌ها یه درخواستی داشت یا یه حرفی زد حتی اشتباه بگو چون شمایی چشم آقا، اون وقت ببین بچت چطور حرف خودت رو گوش میکنه. بچه چشم گفتن رو باید از یکی یاد بگیره. تو خلوتت به شوهرت بگو اشتباه کردی، حرمت و احترام این شوهره رو نگه دار. یه مرد کادو از تو نمیخواد، از شوهرت یه پادشاه بساز که بتونی بشی ملکش. مردی که با منم های زنش تحقیر شده، زیر سرزنش های زنش له شده، بخواد هم نمیتونه تو رو خوشبخت کنه. تو زندگیتون هر چیزی رو بگذاری سر جاش تا زندگیتون بشه بهشت. قبول؟ دوستتون دارم و براتون یه زندگی شاد آرزو میکنم. پایین این ویدیو برام بنویس من لایق خوشبختی هستم و این ویدیو رو هم حداقل برای 5 نفر بفرست.